آها یه چیزی بهتون بگم، حالا میگی توی کلیساهاشون مثل مسجدمون میمونه و رو سری حجاب داشته باشیم، اون جلو گذاشتن و اگر حجاب سرتون نکنیم بی احترامی بهشون میشه. مثلا اگه مراسم خاصی باشه، مثلا ازدواجشون، غسل تعمیدشون یا اینها، باید بهشون احترام بذاریم. و اینکه مردم که شلوارک باشون باشه، خدمتتون عرض کنم که باید اونجا دامن گذاشتن، دامن باشون. اینجوری نیستش. حالا یه دقیقه واسه فیلم و عکس همه برمیدارن جداه، ولی خب وقتی که میخوای توی مراسم اصلیشون شرکت کنی باید احترام کنی. اعتقاد دارن که یک تیکه از لباس که حضرت عیسی یکی از ستونهای این کلیسا هستش.